سلام دوستا، خوش آمدین به یک ولاگ کوچک با ما. این ولاگ ما دیگه درباره سفر به ولایت بدخشان است. از کابل یادم رفت ولاگ بگیرم، وقت پروان رسیدم گفتم او والا من خب باید یک دونه ولاگ میگرفتم. باز از اینجا دیگه شروع کردم، باز اون بخشش باشه. اینجا دیگه راه پروان است، دیگه طرف بدخشان روان هستیم. ما باید یک ویدیو خیلی بلند میگرفتم، یک ویدیو خیلی بلند مثلا با چینل یوتیوبم. دیگه دیدم که ندارم سابسکرایبر و ویو نمیگیره و قدر ویدیوی ما ویدیو ننداختیم تا ولی یک دیگه انداخته بودم یک پیج دیگه. اینجا دیگه سخنرانی میکردم، در پروان بودیم، در اینجا دیگه سخنرانی میکردم، میگفتم ولاگ ما درباره عزیز است دیگه. کسایی اگر خوش دارین که ویدیو کامل، اگه مثلا چه قسم تا اونجا مثلا کامل ویدیو کامل بندازم برام کامنت بانین در ویدیو. اینجا ولسوالی آهلنگ است. ما از اینجا بسیار دیر حرکت کردیم، اینجا ما حرکت کرده بودیم از کابل، بسیار وقت حرکت کردیم از کابل. نان چاشت زار نخوردیم، در اونجا برای ما گفتن که نان چاشت تا بخورین. اینجا دیگه ولسوالی سالنگ است. خب اینجا خنجان زیباست، نشد که براتون ویدیو کامل بگیریم که مثلا راه. اینجا ولایت تخار هستش. خب خوام برده بود، آدم راست خسته میشه. خوام برده بود، نشد که یک ویدیو از راه بگیرم. اینجا دیگه با بدخشان زیبا رسیدیم، ولی هیچ موتر پیدا نمیشد. سعی کنید سرگاه فرصتی از هیچ موتر پیدا نمیشد. باز بالاخره بعد 1.5 ساعت انتظار که یک دونه موتر پیدا شده، این رقم شدیم دو موتر. سعی کنید اگر رقم خسته هستم گفتم برو بازم به وطن داره یک ویدیو بگیریم، مقصد شما حمایت کنید. اینجا دیگه درا بودیم، طرف خانه روان بودیم. اینجا دیگه خانه رسیدیم. بچه واقعا خیلی خسته بودم و دوستای عزیز من اینجا بلاگ ختم میکنم. کسایی که میخواستن ویدیو کامل سفر از ولایت بدخشانی بار تا کابل که پس میرم تا کابل ببینن، برام کامنت بانن و برن چینل یوتیوب ما که در لینک که در پروفایلم لینکش هم ماندیم سابسکرایب کنن. وقت خوش، الله نگهدار.